در تالار گیمنازی رقمی یک شهر خوجند با اشتراک رهبران مؤسسات تعلیمی و معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده جلسه جمع‌بستی سویه معارف در سال 2020 برگزار گردید. نخست قالیبان اسپارتاکیاد آموزگاران قدرشناسی گردیدند و همزمان با 100 نفر آموزگاران برای فعالیت پرثمرشان عنوان‌های اعلاچی معارف و افتخارنامه‌های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. سپس مهیا اکملخوجای و مدیر شعبه معارف شهر خوجند دایر به برد و بخت ساحه در سال 2020 معلومات داده از جمله افزود که در شهر 49 مکتب، یک مرکز تحصیلات علاوگی، از آن جمله 27 مکتب تحصیلات میانه عمومی، 4 لیسه، 4 گیمنازیا، 12 مکتب خصوصی، یک مکتب اینترنتی یاری رسان، یک کمپلکس کودکستان، مکتب مخصوص برای کودکان قوه بصیرتشان سوست و نابینا فعالیت می‌نماید. در این دوره در محله میوه‌گل گیمنازی احیای معنویت، در محله سیردریا مؤسسه تحصیلات غیردولتی انستیتوت تعلیمی ابتدایی ارکان و در خیابان صدرالدین عینی احیای معنویت و مؤسسه تعلیمی کمال خوجندی به فعالیت آغاز نمودند. اینچنین ساختمان بنای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 5، ساختمان بنای نوی مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب پولاتوف، مؤسسه تا مکتبی در محله صادرخان حافظ و از نوسازی مؤسسه تا مکتبی رقم 35 با مرام ادامه دارد. اطلاع داده شد که در مؤسسه‌های تعلیمی مانیتورینگ سطح دانش خوانندگان معین کرده شد که در جنبش سال تحصیلی 2019-2020 صفتناکی 53 از 10 و از خودکنی 99.9% را تشکیل می‌دهد. جهت جاری نمودن ترتیبات قطعی بر روند تعلیم همراز مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نظارت برده می‌شود. در روند نظارت دوامات آموزگاران و خوانندگان، آمادگی آموزگاران به درس، رعایت لباس مکتبی آنها، حجت‌نگاری و غیره طبق سوالنامه سنجیده می‌شود. مهیا اکملخوجای دایر بر روند اجرای برنامه دولتی تامین مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه مجهزی تعلیمی برای سال‌های 2018-2020 گفت که تمام سال‌های 2018-2019 95 عدد کابینت‌های فنی از جمله کابینت‌های فیزیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی، سرود و موسیقی پورا تجهیزانده شدند. در سال 2020 2 عدد کابینت فیزیک، 2 عدد کابینت شیمی، 1 عدد کابینت متماتیک و 4 عدد کابینت سرود و موسیقی مورد استفاده قرار داده شدند. همچنین خوانندگان شهر در المپیادهای فنی بین‌المللی طریق شبکه‌های اینترنتی قوه آزمایی می‌نمایند. در سال 2020 240 نفر خوانندگان در چنین آزمون‌ها شرکت ورزیده 154 نفر آنها به گرفتن جای‌های افتخاری سزاوار گردیدند. در جریان جلسه همزمان دیرکتوران مرکز تحریک و رشد استعدادها، مرکز تحصیلات علاوگی و مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی شعبه معارف شهر خوجند از فعالیت خویش در سال سپری گردیده حسابات دادند. فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند در جلسه جمع‌بستی سویه معارف برآمد نموده جهتی باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان، فعال نمودن اشتراک محصلین در المپیاد و آزمون‌ها، تقویت کارهای آبادانی و دیگر مسائل روزمره رهبران مؤسسات تعلیمی شهر را موظف نمود.